بازارم کلان آخه بازار الان که پیش درو بچم کوم ببینم تو چی خیلی سودا کرده میتونی چی قدر بنانا چانس من میگیره نه این چیو دندونی منو میگذره بچم این ستیل گفتی نه مامان ده ستیل گفتی ده حالتی نه الان که بچم یا سودا کن کو ما ببینم هنری علیکت بسام ستیلات ده حالتی نه چانس مرکا 20 سومون این ارزانه میشه دیگه یو میشه چانس مر 19 سوم 19 سومون میگه 19 سوم جای شیدش هم خیلی 19 سوم سودا کن جای شید چند 19 سوم جای شیدش میگه 19 سومون میگیریم یا سومون ارزون کردیم بچه کی سودا کن ارزون کن حالی یک سومون چی میشه ارزون کن خیلی یا سومون ارزون کرد کو خیلی بود آقا جان دیگه ارزون نمیشه جای شیدش 19 سومون جو میگیریم یا سومون ارزون کرد خیلی بابا جون ما جاش دا آقا تو بخوریم ما باش پیش درو اسم میدونیم میشو ایجا بیا همونجا بره بابا جون آخه اون مغازه قیمت میشه اونجا سری نبود ارزون تر بود آخه بچم خب که تو سودا رو یاد بگی نگاه کن چقدر که سوداگر گپ میزنن مال السلام علیکم و علیکم السلام بابا اینو ستیل هم ستیل ده حالتی رو یا کو هم هر دکش یا چه نه هم نه اون مغازین دیدیم که وجود هم خیلی الحمد کو بچم نرخی ستیل چند سومونی چند سومونی این ساتل 40 سومونی بابا 40 سومونی نترس هیچی نترس عاقبت شه نگاه کن من الان که بابش ستیل خوب خوش رو اگه برای چند سومونی ارزان میشه اکا میشه چی بانه بابا چند سومونی 40 سومونی 30 سومون برای خودت میشه خودی ریشی سفیده 30 سومونی بله انیق ای لازم نمیگردی قبولای ما میخریم بچه بابی جان آخه بابی جان آخه خب کن بچه بابی بقویده بابی جان آخه اونجا وای خب کن شیره کن نمیره کی بابیش آخه بابی جان الان رحمت آخه بابی جان ایجی بیا استر بیا که همون نبینه خب تمام آخه اوجه ده یه بچه ساده اوجه ده همون جده چند سومونی ارزان کرد یا سومون انا ایجده چند سومونی ارزان کرد و 10 سومون الان بچم سودا رو یاد بگیر